درود بیننده ارجمند، برنامه اخبار آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان پیشکش شما می شود. عبدالله اشرف هستم همراهتان. در برنامه امروز جمعه 7 اوگوست این موضوع ها را داریم. آوازخوان شناخته تاجیک بهرام غفوری که صبح امروز بر اثر صدمه در دوشنبه فوتید به خاک سپرده شد. شهرک چینی در ولایت سوخت که همچون یک طرح رویایی معرفی شده بود خواب و خیال باقی ماند. به ساکنان حکومت خانه می سازد. ما دیگه حکومت به جنجال با نرویم مثال پولی مبلغ تید مثال خانه و یردم تیتان گفته ما نرویم. در تاجیکستان از کم بودن ماهانه شکایت زیاد است، اما بالاروی معاش ها نیز بعضی ها را خرسند نکرد. حال آوازه شده است که زیاد می شود. علاقه بازار نه کلان نه لگو بلند. امروز جسد بهرام غفوری آوازخانه شناخته تاجیک را در آرامگاه محله 9 کیلومتر شهر دوشنبه به خاک سپاریدند. او صبح روز 7 اوگوست بر اثر صدمه نقلیاتی در مرکز پایتخت به هلاکت رسید. وزارت کارهای داخل اطلاع داد راننده ماشینی که بهرام سوار آن بود مست بوده است. همکارانم علیشیر ظریفی و امرالدین علیموف در مراسمی به خاکسپاری آوازخوان شرکت داشتند و این گزارش را آماده کردند که حال آن را با هم می‌بینیم. دست دادم چیزی که ریخت مرگ نابهنگام سراینده معروف استرادای تاجیک بهرام غفوری خانواده و نزدیکان و دوستان او را در حالت شوکه قرار داده است. این روز در بری من است باور ندارم. شاو یک جا بده یک جا اومده گفت اکا جان مرا این بچه ها تکلیف کدستیان ما اکا جان گفت خواهی میرم خطی همین روان شما بچه میره گری روی ماشین زویدید کنی روی خونه روید او کستون بروک فسان پوشیدگی خوش رو خیست رفت نمیدونم چی گه بود تلفن ها ساعتی پا میگی ساعت تلفن در عقیب ماشین ششتگی هم پشت کی سرش زدگی. автомашинаи тамғаи Toyota Land Cruiser که بهرام غفوری در داخل آن قرار داشت در آن همینجا به صدمه دچار می شود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر می دهد که автомашина تحت اداره انورزاده اسلام قربان معاون پروکورور ناحیه فردوسی پایتخت قرار داشت و ساعت 4 صبح 7 اوگوست یعنی امروز با автомашинаи тамғаи камаз برمیخورد. در نتیجه حادثه سراینده بهرام غفوری به هلاکت میرسد و انورزاده اسلام قربان با یک نفر مسافر دیگر که در داخل автомашина قرار داشت با جراحت ها به بیمارخانه انتقال داده می شوند. جنازه بهرام غفوری را قبل از ظهر 7 اوگوست در قبرستان محله حضرت مولانا محلی که او تولد شده است به خاک سپردند. مراسم جنازه او با شرکت صدها تن از دوستان و مخلصان و پیوندانش دایر گردید. خیلی بهرام جان دوستی خانوادگی ما بودن، خدا جایشون جنت باشه. و خیلی افسوس میخوام که امروز صنعت استراد تاجیک بهترین هنرمند رو از دست داد و این همدردی خدا رو به اهل پیوندانشون خصوصا به مادر مهربانشون که وقتی آخر مریض بودن همدردی خدا رو میرسونن. هر نفری در جنازه شرکت داشته درباره بهرام صحبت میکند، از او یاد میآورند و از واخوری و خاطره هایشان قصه میکنند. باید داماد عروس دیگر هنرمند گسیل میکرد. من از بهرام غفوری خودم خواهش کردم که بیا یک جا ما شوهر عروس را به خانه بخت بگسلیم، گسیلشون کنیم. همین طرح هم شد. بهرام غفوری گفت مرا در زمین آمدن، گفتم با جان دیدو در جان. داماد عروس را به خانه بخت گسیل کردیم. بعد از اون باشد همراه دلیر خیرالدین یک هنرمند بسیار خوب و دوست داشتنی ما از بهرام خواهش کردیم که بیا این شام همراه ما باش. شروط در خوب نقشمون بود که آماده شود، یکی هم آماده شده از من فکر میکنم در استودیو باید خونده باشه. این رقص بخارا نام دارد. بهرام غفوری 29 فوریه سال 1976 در دوشنبه به دنیا آمده است. از او 4 فرزند باقی ماند. نمازی شام غریبی رو به من کرد، دلم جولان زد و یادی وطن کرد، نمیدانم پدر کرد یا برادر، مرا گوشه نشینی هر وطن کرد.
امروز با تشبث حکومت افغانستان در شهر کابل لایحه‌جرگه یا خود انجمن مشورتی پیران این کشور دایر شد. لایحه‌جرگه باید سرنوشت صدها طالب محبوس را حل و فصل کند. طالبان طلب دارند که قبل از هر گونه مذاکرات صلح با حکومت افغانستان طالبان محبوس از زندانها رها شوند. اشرف غنی پرزیدنت افغانستان قبلا گفت 4600 طالب را از زندان آزاد کرد، اما بر پایه کنستیتوسیون کشور او حق ندارد که طالبان باقی مانده را از زندان رها کند، زیرا آنها در جنایت‌های مدهش دست داشتند. قبل از آغاز برنامه از رئیس بخش افغانی رادیو آزادی قادر حبیب پرسیدم که چی ضرورت به دعوت این نشست پیش آمد. بله، حکومت افغانستان مکرراً روی رهایی 400 طالب تردید و شک نشان داده و گفته که این از صلاحیت حکومت نیست و رئیس جمهور افغانستان خود گفته که این بیرون از صلاحیت اون است و بنابراین لایحه‌جرگه مشورتی را فراخوانده تا در این مورد به رئیس جمهور مشوره بدهند. بعد از اینکه 4600 نفر تکمیل شد و به ما قبلا اطمینان داده شده بود که همین آخری چیزی است که از نگاه قانونی ممکن است راه بدیل پیدا خواهد شد. طالبان گفتن که در صورتی که 400 نفر رها شوند امروز 3 روز بعد از امروز مذاکرات رسمی بین هیئت مذاکراننده ما و طالبان ان شاء الله تعالی شروع خواهد شد. و رئیس جمهور همچنان به یک شکل میخواهد که نشان بده در پروسه صلح تنها حکومت او دخیل نیست، مردم هم در این دخیل هستند و از پایه های وسیع مردمی برخوردار است. حکومت اشرف غنی و خود اشرف غنی حمایت مردم داره و فردا اگر تصمیم گرفته میشه در ارتباط به رهایی این افراد، رئیس جمهور میخواهد که به شکل مسئولیت خود را رفع کرده باشه و بگوید که این تصمیم از طرف او نه بلکه در مشوره با مردم گرفته شده. 5 ماه قبل آزادشوی طالبان از زندانهای افغانستان شروع شد، اما طور دیده می شود در این مدت قتل و آدمکشی و خشونت در کشور کم نشد. آیا با رها کردن طالبان کفالت هست که آنها به حیات آسایشته برمیگردند؟ تا جای میدانیم شما امروز با نماینده طالبان هم صحبت داشتید، آنها در این رابطه چی میگویند؟ البته باید همچنان بگوییم که طالبان در صحبت با ما، سهیل شاهین سخنگوی طالبان در دوحه قطر، این اتهامات بر 400 نفر را که حکومت میگه جرایم سنگین را متهم شدن رد کرد و گفت که حکومت این را یک بهانه میسازه برای اینکه پروسه صلح را به تعویق بیاندازه و گفتگوهای صلح آغاز نشه. اما دیده شود که خب البته انتظار همین است که در نهایت صحبت که ما با یک تعداد اعضای جرگه داشتیم، اونا گفتند که اینا خوشبین هستند به این که خشونت ها کاهش پیدا کنه، گفتگوها آغاز شود و یک آتش بس برقرار شود، چرا که مردم افغانستان دیگر از خشونت خستند. تشکر از قادر حبیب، رهبری بخش افغانی رادیو آزادی برای صحبت. انجمن پیران افغانستان طبق نقشه فردا به پایان میرسد. از نتایج آن در نشرهای بعدی شما را آگاه میسازیم. در ادامه برنامه درباره طرح ناکام چاینا تاون در خوجند که یک آرزو باقی ماند و همچنان بالاروی معاش و واکنش مردم به آن گزارش خواهیم داد. حالا توجه کنید به یک آگاهی، بعداً برنامه را ادامه خواهیم داد. شهرداری خوجند اعلان کرد که برای 32 عائله که ضمن طرح پرآوازه شهرک چینی از خانه‌هایشان محروم شدند منزل خواهد ساخت. شرکت چینی حسنورا 1 سال 2015 به اجرای طرح آغاز کرد ولی دیرتر از آن دست کشید. بر اساس طرح باید 15 بینای بسیار طبقه، مکتب و انشاءات دیگر اجتماعی می ساختند. طرحی که با ویران کردن بیش از 30 خانه مردم آغاز شد اما عملی نشد و خانواده ها را سرگردان کرد. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم طاهری سفر.
خانه رفعت هاشیمووا را 5 سال پیش شکستند و عائله 10 نفره او را کوچاندند تا میدان بنیادی شهرک چینی را فراهم سازند. گفتند به زودی صاحب خانه نو می شوند. نبیره‌های او در خانه اجاره به دنیا آمدند و رهگردان شدند. مقصدی ما همه خواهشامو که یعنی سیدو تا عالی با وقت پشت خانم‌های تیان ما دیگه حکومت به جنجال با نرویم مثال پول مبلغ تید مثال خانم و یاردم تیتون گفته ما نرویم ما فقط خواهشی ما همین که ما خانم به دردار شویم به وقتتر اکنون 5 سال گذشت علاقه همه شرایط همین با گفته خانم هاشیمووا پول منزل اجاره آنها را حکومت می‌دهد ولی گاه‌ها با تأخیر. شرکت چینی حسنارا سال 2015 در اینجا 32 خانه را ویران کرد تا شهرک چینی را بنیاد کند ولی از اجرای طرح دست کشید. حالا با گذشت 5 سال رئیس شهر خوجند اعلام کرد که برای این 32 عائله خانه می‌سازد. شرکت حسنارا که صاحب ملک که راهبر اساسی شهروندان چین بودن با سبب‌های تکنیکی این بینای ساخته نتوانستند از سبب بلند بودن آب زیر زمینی و دیگر مسائل دیگری حل نشده بین مقامات تاجیک و شرکت چینی معلوم نیست و همین گونه ضرری که از این طرح اجرا نشده پیش آمد. جانب چین نظر خود را تا حال بیان نکرده است. حالا در محله 18 شهر خوجند ساختمان بینایی بسیار آشیانه ادامه دارد. در نظر است که ساکنان بی خانه مانده را از همین جا منزل بدهند. در تاجیکستان از ماه سپتامبر سال جاری معاش آموزگاران و دکتران کارمندان صاحب جوی 15% بالا می رود. فرمان پرزیدنت در این رابطه صادر شد. اما برخی از کارشناسان و ساکنان عادی می گویند 15% بالا بردن معاش ناکفایه است و گرانی نرخ‌ها را روی پوش نمی کند. مسئولان حکومت به محدود بودن امکانیت‌های مالیوی بودجه اشاره می کنند. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم علیشیر ظریفی. بر اساس فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان در نظر است معاش کارمندان بودجوی، نفقه و استیپندیا از 1 سپتامبر امسال 15% بالا برده شود. ساکنان و کارشناسان و مسئولان در رابطه با آنکه افزایش معاش تا کجا میتواند به زندگی مردم تاثیر گذارد نظری مختلف دارند. البته برابر اون البته نرخ تا 100 بالا می روند ولی خب مقصد چی است؟ مقصد بهتر کردن وضع زندگی است و اون خواه نخواه با سطح نیکولی مردم تاثیر مثبت می‌رساند. هرچند مسئولان باور دارند که با افزایش 15% مزد معاش در زندگی ساکنان بهبودی می‌شود ولی کارشناسان مستقل نظری دیگر دارند. اینجا تورم است و ما می‌دونیم که در یک سال تورم 7% می‌شود و وقتی در 2 سال 15% بالا می‌برند هیچ چیز تغییر نکرده است. یعنی مردم با همین پولی که حالا می‌گیرند می‌توانند همون چیزو خرند که قبلا پیش از بالا بردن ماهانه در 2 سال قبل میتونستن خرند. یعنی هیچ چیز در این حالت تغییر نمی‌یابد، فقط دولت تورم رو با بالا بردن ماهانه میپوشاند. خود ساکنان در مورد تاثیر بالا بردن معاش به زندگیشان چنین میگویند. پول زیادی کی ضرر میکنه؟ برعکس فایده داره. در تیما به پروا باش، با زیادتر کنه با خوبتر. همین هیچ تغییر نمیده. اما زیاد کدام در کار نیست. حال آوازه شده است که زیاد میشه و علاقه بازار نرخ کلان نلاگا بلند 15% به فیلم هیچ تغییر نمیده. 15% خیلی 800 باشه چند میشه؟ 900 میشه، 900 هم نمیشه، تغییر نمیشه. معاش حداقل در تاجیکستان 400 سومونی و میزان معاش میانه در کشور اندکی بیش از 1300 سومونی معادل $130 آمریکایی است. بار آخر میزان معاش و نفقه ها در تاجیکستان 2 سال قبل ماه سپتامبر سال 2018 تا 15% بالا برده شده بود. بینندگان ارجمند، این گزارش آخری برنامه امروز بود. 15 دقیقه که برای برنامه اخبار آزادی جدا شده است اینجا به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. اخبار و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org می توانید مطالعه نمایید و در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب می توانید تماشا کنید. روزهای استراحت خوب داشته باشید. برنامه‌های ما از روز دوشنبه ادامه می‌یابند. تا ملاقات بعدی، خدا نگهداری هر یک از شما عزیزان باشد.